جمشید مشتلق بده حکمت اومد. بابا نخوندم گفتم بیایم با هم دیگه بخونیم که لذتشو با هم بچشیم. بخونم؟ بخون آقا، کادر احمدی که باز نمی‌کنی، بخون دیگه. خب جناب آقای جمشید خداونده فرزند اکبر، خدا رحمت کنه پدرت، فرزند اکبر به شماره شناسنامه فلان به این شهر می باشد، نام برده به جرم سرقت و قاچاق 100 میلیون نفت خام در شرایط سخت تحریم های ظالمانه غرب و خروج مبلغ سنگین ارز از کشور و ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به رد مال و جریمه و جزای نقدی به اعدام محکوم می شود. جمشید حکمت اعدام شد.